خانم بهار گوش کنید. باوری داره که یگانش پدر سومن نبود؟ متاسفانه آنها نیست. باور کنید اگر او را بینم میشناسم. ما حاضر همشون رو دیدیم، دیگر پدر سومن رو چی خیلی میابه با؟ یا خدایا. پدر سومن. من همه را گفته ایستادم و پدر سومن رو چی خیلی میابه من خانم بهار؟ سومن را پدرش شد فهمیدم وقتی پدر سومن. کلاس در اینجا چیکار میکنه؟ پدر سومن است همین آدم. پدر سومن همین است؟ خانم بهار شما چی گفتن میخواهید؟ انا همین گفته ایستادم. پدر سومن همین آدم است. چی خیلی یعنی پدر سومن همین است؟ بله همین آدم. خانم بهار نمیشود، یعنی ناممکن است. لطفاً ساز بینت خطا کرده، در این کار خطایی هست. یعنی بینت خوبتر بینه لطفاً. یعنی این آدم کجاش به سومن مانند است؟ سومن دختره که زردینه، چشمانی کبود دارد. با شکل این نگاه کنید عقلتون رو کار فرمایید. جناب لوید پدر سومن همین آدم است گفته ایستادم. خانم بهار شما چی گفتنت رو میدونید؟ بینید چی گفتید؟ بله گفتم. یعنی بسیارتر به مادرش مانند شده است. اقلا کمی باید به پدرش مانند باشد، اما بینید او تماما به سومن مانندی ندارد. اقلا 10% مانندی میداشت. من میگفتم که درست، نه بینیش نه چشمش نه. او را بینیش رنگ دسته بل عموما مانندی نداره به سومن. جناب لوید پدر سومن همین آدم است گفته ایستادم. نه خانم بهار شما خطا کرده ایستاد. این غیر امکان است. خیلی نگویید. یا خدایا به یادم آمد آخرین آدم اوست. چه خیلی یعنی اکنون پدر سومن کلتا کلاس است؟ نفهمیدم. کلتا کلاس گفتی؟ یا خدایا غیر امکان است، ناممکن است. برای چی از بین 6 میلیارد آدم روی زمین کلتا کلاس برآمده؟ جناب لوید کلتا کلاس گفته ایستادید. از برای خدا این چی است؟ کلتا کلاس انمی آدم. چه خیلی یعنی شما پدر سومن رو کلتا کلاس میگویید مگر؟ نامش خانم بهار، نام لقبش. گوش کنید خانم بهار، کلتا کلاس باید هرگز نداند که سومن دختری او است. فهمیدید خانم بهار؟ اصلا. شاید دختر رو از در پشت برارم. راهشان رو میگیریم. این دفعه دختری کلتا کلاس رو از دست دادن نمیخوایم. فهمیدید؟ فهمیدید خانم بهار؟ هرگز نباید دانند. اصلا. یا خدایا چه نباید دانند؟ تا این زمان شما مگر از من خواهش نکردید که کمک کنم که پدر سومن را یابیم؟ تماما به شما گفته ایستادم که این آدم پدر سومن است. انا آنجا ایستاده است کو؟ ببینید خانم بهار، این آدم جنایتکار وزنین است. بسیار خطرناک است. یعنی چه خیلی؟ پلیس این شهر 7 سال است که همین جنایتکار را جستجو دارد. کلتا کلاس.
از راستی؟ کاری نیست که نکرده باشد. راهزنی، دزدی، غارتگری همه کارو کرده است. این خیلی باشد این آدم را چرا دستگیر نمیکنید؟ اینجا ایستاده است کو؟ اینش یک مشکلی دیگر است، چون که در دستمون شخصیت او را اثبات میکردگی حجت ها و دلیل ها را نداریم. یعنی این حال چه خیلی یعنی؟ کارتا کلاس 2 سال پیش برادر دوگانی کشکی مرده بود به جای او گذشته است. شناسنامه او را استفاده دارد. ما هم برای همین او را دستگیر کرده نمیتوانیم. بر ضمن کارتا کلاس دشمن اشدی سقراط میباشد. انا برای همین سقراط سوما را دزدیدن میخواد. خانم بهار انتقام میگیرد. شاید فهمد که سوما نبیرش است و به او ضرر نرساند. این نظر منطق دارد. بله به او ضرر نرساند، اما سومان به دست آنها میافتد. نه اصلا چنین نشود. سومان اصلا در دست سقراط بر این آدم نباید بزرگ شود. این وصیت آخری مادرش بود. این خیلی باشد ما هم موافق این وصیت عمل میکنیم. نمیگذارم که از برای انتقام گیری سقراط و کارتا کلاس سوما را از دست بدهم. سوما را از هر رویش باید دور نگاه داریم. خانم بهار طوری رفتار میکنیم که گویا هیچ چیز نشده است. سوما را گرفته از در پشت میبریم. آرام. 195 196 197 198 199 200 تو حالا هم اینجایی؟ حاضر میروم، ولی بعد از نام شما را گرفتم. رو شو رو کوچگرد. باز تو هستی؟ میبخشید خانم، من اینها رو جمع میکنم. با پیشت نگاه کن خیم نمیبینی ای؟ من خودم میگیرم. وای خانم میلیس، همیونتون رفتم. مایلش تشکر میکنم. دختر تو کی هستی که از فکرم بیرون نمیشوی؟ چی گپ است؟ با خود بیا. وقتی عاشق شدن از کمال سیاه، حالا انتقام پدرت رو نگرفته ای. در نیمی راه از راه گشتن خوب است مگر؟ احمدی شمشک تو پدری من رو دیوانه کردی. من هم تو رو زده آن همین خیل بسارت زده تو رو دیوانه میکنم. هر جایی که من آرام نباشم هیچ کس آرام بودن نمیتواند. احمد شمشک تو رو سنگی تسبیح کرده توبه گفته ذکر میکنم. پدر مرا جیغ زدی؟ دیوانه ای ساخته کار. دیوانه ای ساخته کار. پدر دامولای حقیقی منم. دامولای ساخته اوست. پدر دامولای ساخته کیست؟ کی میشود دیگر؟ دامولا زیا. گرچه نامی او زیا هم نیست. ساخته است. کالتا کلاس است. کالتا کلاس؟ پدر چه خیل کالتا کلاس ها؟ او آدم مرده است. خدا جزایش رو دیهد. تو فکرش رو نکن. پدر من انتقام تو رو میگیرم. احمد شمشک گفتنی برادر داشته است. او را میکشم. کالتا کلاس نمرده است. زنده است. کی زنده است پدر؟ دامولای ساخته زنده است. کدام دامولای ساخته؟ زیا. زیا زنده است؟ دامولای حقیقی منم. او ساخته کار است. زیا در کجاست؟ چه خیل زنده است؟ او نمرده است؟ نمرده است. استادی ساخته شده اخلاق و دین درس میدهد. او برادر دوگانی کش نیست؟ برادر دوگانی که ساخته است حقیقی نیست. دوگانی که حقیقیش کی است؟ برادری دوگانی که حقیقیش منم.
پدر چی ها میگویی؟ سرم او دامولازیا است نمیفهمی تو نمیفهمم پدر. بیاقل دیوانه کلک است من تو گفته ایستادم که او نمورده است ساخته است نمورده است دامولازیا. پدر در خواب آد مرا ناحق میزنی. بین هم دامولازیا مرده است. تو خواب دیده ایستاده. انشاءالله خواب میبینن. در خواب دروغ گفته نمیشود. مشقت است. اکنون باور کردی؟ زنده بودن یا ساخته کار رو باور کردی؟ اکنون باور کردم پدر. سرم پدر انتقامی تو رو میگیرم پدر. تو آرام خواب کن. سلام علیکم جنابان. علیکم سلام جوان. شام بخیر کمال. امک خلیل خونه کلتکل است در کجاست؟ کلتکل از میگویی؟ داملوی ساخته شما زیا هست کو؟ در کجاست تو؟ داملا زیا رحمتی شد در قبرستان وای. وای آدم همه شما رو فریب داده است کو؟ کجاست خونش؟ برادر دوگانی که میگویی؟ ها برادر دوگانی کش رو من نمیدانم اما حاضر در خانه نیستن. یک دخترچه خردکه بود پدری او را جستجو دارند. تا جایی که من میدانم به امنیت رفتن. رحمت نه رحمانی خدا راهی سفید. اسبایی چی هست این جوان؟ در حقیقت اسبایی چی باشد؟ به خدا هیچی نفهمیدم. پدری بیچاره کودک را نیفتیم. چی کار کنیم زهرا؟ تو پروا نکن او را پیدا میکنن. مرا نیز نیافتند اما در آخر یافتند که همین خیلی نه همکار. لعنتی من تو را در حال عصبی نشو آرام باش. خوش باشید. بیا دخترم. وای بسیار دیر شده از ما میرویم اکنون. به خاطر همه اون کارهای کردهتون تشکر میکنم. شام بخیر. شام بخیر. خیر شیرینه. من این دختر رو میشناسم. به فکرم در کجای بسیار دیدم. چیزی گفتی جان؟ نه چیزی نگفتم جانم. هوشم به دیگر طرف بود. ما هم میرویم؟ میرویم ولی من اولیت به حجت خانه دارم. تمام. ما هم میرویم تا بازدید همکار. ای دیوانه تو با همکارگویی هایت بیزار کردی. دیگر نگوی. آرام باش برادر. ای حاضر تو را هم کمی آرام باش. خیر تا بازدید. خیر مایلی آشنا همکار. دیگر به اینجا نهایه. اکا دختر رو از دری پشت امنیت برآورده ایستادند. فهمیدم. از در پشت برآوردن راهشون رو میگیریم. این انگای زورا کجا شدن؟ من کار دارم موقع باید خزینه رو با میگردم خطیتی دیجا. تو و خزینه ات را نیست میکنم شوکت. از کی باز تو خزینه کو شدی؟ خزینه رو بیام به خود زورا رو میپرتوی تو. این همان است؟ که با؟ این همان است. بچه با چی بلوزد؟ کی بودن یو؟ بچه اینها کی بودن گپ زن؟ آدم های بران را دیدم و فکرم مرا تعقیب دارند. اگر برای سقراط کار کنند مرا به نزد او میبرند.
چی کار میکند وای؟ وقتهای پیش تیز میکشدم. ماشین میدوزد او؟ من به او میگویم که جنایت نکن. او باشد ماشین میدوزد، باز از نزدیک در شعبه امنیت. من حاضر به تو نشان میدهم. تو حالا میبینی زهرا، شرط رو من میبورم. تیرزم کشدم. من باید چی کار میکردم؟ دوست در آمد! دوست در آمد! دوست در آمده است! دوست در آمده است! هجری! زود! دوست در آمده است! هجری! دوست! در آکوشا! دوست در آمد! دوست! در خانه دوست در آمده است! بیو رفتیم. بسم الله. هاپ نترسید خانم سنم، هیچ کس نبوده است. معلوم که رفته است. آروم باشید مایلش. بین هیچ کس نیست. اما من بسیار میترسم هجری. من امشب در اینجا نمیستم. امشب در خانه تو ایستم نمیشود؟ نه نمیشود. در خانه من ایستادن جایز نیست. اصلا گیره مرا در اینجا تنها گذاشتن جایز نیست. در کشاده بود دخترم. وای دا صدایت رو شنیده دویده آمدیم. چی شد؟ به خانه دوست در اومد؟ برآمد. یعنی مشکلی نیست. تموم. خاله رقیه خوب که اومدید. خانم سنم از روز ترسیده تنها ایستاده نمیتواند. در خانه شما ایستاد میشود؟ بله میشود. خدا از شما راضی باشد. سلامت باشید. خانم سنم میتوانید در خانه خاله رقیه ایستید و به شما یاری میرساند. مایلش دفترم رو گیرم. نترسید، هیچ چیز نیست. دوست الکی رفت. رفتیم دخترم به خانه ما. خاله جان من نمیترسم. ترسم برآمده رفت. خرچ روید. سلامت باشید. خودت میدونی دخترم. دخترم چرا به اینجا کوچیده آمدی؟ برای هجری مگر؟ چی علاقه دارد؟ چرا برای هجری کوچیده می آمدم من؟ خیر جونم روید. من خواب دارم. خوابم اومد. شما هم خواب دارید. روید خواب کنید. مادامی که ترست گذشته است. شبی خوش، خوابی شیرین. به شما هم. اوف. هجری مسخره مردم کردی هجری مرا. خانه رو بیهوده به ترتیب کردم. کی جمع میکند اینها رو؟ من میکنم. کی جمع میکرده است؟ اوف. با راه میانه میرویم. آنها را به دام یافتیم. برادر به فکر تو کدام چقدر خزینه را بکنم اول؟ به خدا اگر یک خزینه را بیا اونکو دیگه مرا شوکت نه شوکت جان گفته پسم میدوی. شوکت دمت را گرفته. کمی خاموش باش که آدم های بران را از دست دادیم. این بچه ما با کجا آمدیم؟
ин ҳамон одам нест магар? ман дар олами рӯҳ мегуфтам ту дар замин будаи ку? ҳой ҳой, ба куҷо меравӣ? истоло интиқоми падарамро аз ту нагирифтам. бачаҳо ба чархҳои мошин паронед, ба полисҳо тер нарасад, фаҳмидед? сардора ба чархҳо тир расид, моро ба дом гирифтанд. аз мошин фароед ва пушти мошин пинҳон шавед. хонум Баҳор, илтимос аз мошин нафароед. суманро эҳтиёт кунед. ту ва ту бо ман биёед. ин духтарро ба ман де. ман де мегӯям, дасташро раҳо кун. ман де. яъне ису биё. духтарам Суман. оре дуро. раҳояш кунед. дасташро доред. шавкат, инҷо чӣ гап аст? чӣ гап уша? рафтем, садои духтар аз он тараф меояд. дар инҷо чӣ гап аст? ба куҷо меравӣ? аз ман гурехта наметавонӣ. дасташро сарде. ба ман де мегӯям. гирья кунро. сарде. сарде мегӯям. чикор мекунед, а? инҷа биё. бародарам. лозим нест. сарде мегӯям. сарде. ака, калтакиласро ҳам гирифта бо худам обарем. лозим нест. шеф танҳо духтарро мехоҳад. калтакелас худаш давида назди дарамон меояд. биёед рафтем. Суман! раҳояш кунед! кӯмак! Суман! 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 хонум хуб ҳастед? инҷо чӣ гап аст? духтарамро дуздидан. илтиҷо мекунам, ёриям кунед. хоҳиш мекунам, ягон коре кунед. чӣ? духтаратонро дуздидан? ба кадом тараф рафтанд? ана он тараф. бо ту баъдан вомехӯрам. аввал духтари ин занро наҷот диҳам.
تیرپرانی را بس کنید. همه با ماشین سوار شوید. برمیگردیم. لبای جناب دختر رو گرفتیم. آفرین. دختر رو به اینجا بیار. فهمیدم جناب. اکنون وقت انتقام گیری رسید کالتاکیلاس. خانم با سومان رو دزدیدن. التماس کاری کنه. از پسش آرمید. تعقیبشون کنید. تمام سومان رو پیدا میکنیم. نجات بدیم. گیره نکن خانم با. تمام نترسید. سومان رو میوبیم. لوند اینجا چی گپ شد؟ سردارم سومان رو دزدیدن. سومان رو دزدیدن؟ کی دزدید؟ سومان رو دزدیدن. سقراط دزدید. سقراط گفتی؟ سقراط سومان رو چرا میدزدیده است؟ آمد. ای پدیجه بریم ای خفم. زیاد تو این کارو چی خیل کردی ها؟ از نزد شعبه امنیت ماشین دزدیده رفتی. تو به من قول داده بودی آخی. جانم گوش کن. یک لحظه ایست. کار این خیل نیست. سیا گوش کن. تو دروغ نگوی به من با چشمان خودم دیدم. ماشین رو ندزدیدم. امانت گرفتم. امانت گرفته است. تو مرا مسخره کرده ایستاده ای؟ شد زورا تمام. آرام شو. سقراط سومان را دزدیده است. چی؟ سقراط سومان را دزدیده است. من برای همین مجبور شدم که ماشین را گیرم. جانم چرا این را پیشتر به من نگفتی آخر جانم نمیگذاری که گپ زنی. تمام حاضر وقتی گپ زدنی این نیست. زودتر بیا سومان را یابیم آخر. زودتر. دختر چرا رها کنید؟ از این کودک چی میخواهید؟ تو باز کیستی؟ مرا کمالی سیاه میگویند. مرا میشناسد. نمیشناختگی میپرسد. اگر دیرتر شناسد قبرستان مکانش میشود. امید دست و پای این حریف را شکسته برده پاره کردن از این سگ پرتاید. کنی ببینیم کدامت رو زورش به من میرسد.
ака шумо шӯхиро намефаҳмидаед. чӣ шуд чӣ шуд? шах шуда монди. бисёр тез шуд бисёр тез шуд. бигир, бори дигар иҷро мекунам. ба хотири ту оҳиста ҳаракат мекунам, майлаш? бародар, дар ҳаёт ин корҳо оҳиста намешаванд. чӣ нигоҳ доред? ба сараш баронед, пора пора шавад. ака шумо ҳам шӯхиро намефаҳмидаед. модаратон ба шумо нагуфта буд ки бо силоҳ бозӣ накунед? бо як мушт аз ҳуш мераведу вақти гапзанӣ воима мекунед. шоҳдухтар, туро ба назди модарат мебарам. номи ту чӣ аст? Суман. чӣ қадар номи зебо доштаӣ. номи ман Камоли Сиёҳ. аз шиносоӣ бисёр шудам. рафтем, туро ба назди модарат мебарам. биё. рафтем. як лаҳза ба ту ямон ҳуҷум кардаги Суқрот буд, ҳамихни? бале. хуб, вале чаро инро ту ба ман нагуфтӣ? ина шумонед, вале Суқрот чаро Суманро медузидааст, ясна? чунки чунки чӣ? чунки падари Суман. монеде ҳозир вақти падари Суман нест. мисли харгӯш рафтор доред. ҳозир бояд Суманро ҷустуҷӯ кунем, сардорам. бале, инҷо коре карда наметавонем. ман ба амният меравам. Суманро меёбем, парво накунед. хайр. мошин дар инҷост. доған ба ту чӣ шуд? ҷаноб, духтарро аз дасти мо гирифта рафт. духтарро ки гирифт? Камоли Сиёҳ гуфтани шахс. Камоли Сиёҳаш боз кист? намедонам ҷаноб. аз пешамон баромада духтарро гирифта рафт. чанд нафар омаданд? танҳо буд. чӣ хел танҳо буд? ҷаноб, ман чунин одам надидам. ӯ ҳамаи силоҳҳоро аз дасти бачаҳо гирифта, мисли сербоз ҳама моро зада духтарро гирифта рафт. мо ҳайрон шудем. маро гӯш кун. он духтарро ба назам наоред, шуморо нишон медиҳам ки сеҳрбоз кӣ аст. ҳамаатонро мекушам. ҳозир полис наомада аз ин ҷо меравем. ман аз ростӣ намефаҳмам. Суқрот чаро Суманро медуздида бошад охир? дарди ӯ ман ҳастам. ман ҳам нафаҳмидам. ҷиноятҳои Суқротро нигоҳ кардам. ӯ ҳаргиз кӯдак намедуздидааст. ин кор бемантиқ аст. خانم بهار اگر خواهید ما با بیرون برویم. خانم بهار ما با بیرون برآمده کمی هوای تازه میگیریم که احوال بهار آنقدر خوب نیست. کنی بیا شو دختر. تو رو به نزدی مادرت میبرم. میرویم مامکی کمالی سیاه. من صدقه زبانی کمالی سیاه گوی تو شوم دختر جان. اکنون باید داند جناب لیوی. آخر دختری او هست. کودک زیر خطر است. خانم بهار خواهش میکنیم خیلی نگوییم. ما با شما چی زده بودیم؟
دخترم یک تویم. سومان دختر جوری من. سومان جونم خوب هستی؟ خوب هستی؟ سومان جان چی خیلی هستی جانم؟ تو از دست آدم های بچه خیلی نجات یافتی؟ این نمک من رو نجات داد. در حقیقت تشکری زیاد دخترم رو نجات دادید. همیشه در خدمت مظلومان هستیم خانم. سلامت باشه. کمالی سیاه تو کی از محبس بر اومدی؟ کمیسرم نو بر اومدم. وای آدم ها کی هستن؟ از دخترچه چی میخوان؟ تو سومان رو از کجا یافتی؟ وقتی که از پشت این ساختکار بودم با این حادثه روبرو شدم. وای آدم ها رو تعقیب کردم. تو کی را ساختکار گفته ایستاده ای ها؟ تو صبر کن، نوبت به تو هم میرسد. آنها رو تو یک انبار کهنه کوچه کلی مزار تعقیب کردم. همه‌شون رو زده دخترچه رو گرفته اومدن. یگان تو اشو می آوردی سوال و جواب میکردی. کمیسر با کارهای سوال و جواب شما عادت نکردم. مقصدم دخترچه رو نجات دادن بود، دیگرش رو نمیدادم. لونت انیق گریختن ولی برای احتیاط به اونجا یگان گروه روان کنه. البته سردارم وزیر. بعدا وقتی رفتن یک دو یاری تجلی هم روان کنید. معلوم سخت لط و کوبشون کردن. با تو بعدا صحبت میکنم. اینجا مکانی موافق نیست. با رفیق پلیسان مشکل ایجاد نمیکنه. در عوض عقل پدرم عقلت را میگیرم. فهمیدی کلتکل است؟ چه خیل کلتکل است؟ تو چی ها گفته ایستاده ای؟ بس کن این دور خورا. در ردری من هستی. با سرعتی بلند گذاشتی. جزایت را میدیم. مرا گوش کن. تو با دوست داشته ای من این خیلی گپ زدن نمیتوانی. فهمیدی؟ اوف زهرا اینجا بیا. اهمیت نده. دوست داشته گفتی؟ با یک دیگرتون بسیار میزیبید. خرگوش و گرگ. گوش کن. کسی دوست داشته ای مرا خرگوش گفتن نمیتواند عقلت را کار فرماید. تو خرگوش هستی، او گرگ. چی ها میگوید او؟ یک متفیلم است که وقتی کودکی تماشا میکردم گرگ و خرگوش همونجا میگویند کو نوپگدی. لونت حالا هم کودک هستی جانم. مرا بین. اگر سومن را نجات نمیدادی زده بینیت را مجق میکردم. تو اگر مشت زنی جویش رو تبابت میکنند. من مشت زنم در قبرستان بالای قبرت خاک میپرتویند. آیسته آیسته کمالی سیاه کار تو تمام شد. اکنون برآمده رفت. با تو بعد وا میخوریم. اگر به خونه مار دروی تو رو از اونجا میبرونم. قرار تام کمی غرام شد. خانم بانو لطفا خواهش میکنم مرا گوش کنید. جناب کانون لطفا اکنون مرا رها کنید. من با شما دیگر گپی ندارم. بسیار خواهش میکنم لطفا. همش رو میفهمونم. خواهش میکنم. کم مانده است بانو جان صبر کن. کم مانده است. خزینه تو از آن من میشوید. اوف جناب کانون اوف. خانم بانو لطفا معذرتم را قبول کنید. جانی بانو جان جانی تو برای شوکت جینجانی با برو من نریزونی. آه خدایا چه خیلی دختر بوده است. دنیای مرا دیگر کرد. اما دختری با غیرت بوده است. تماما مرا نگاه نکرد. اینجا چی میکنی؟ اوه پدر این چی سر و لباس است؟ چیکار کرده سر لباسم؟ با خدا بسیار خوب می نمایی. من دایم خوب می نمایم. جنتلمنم من. پدر از برای خدا چه خیلی جنتلمن. تو آدم دین شناس هستی. دین شناس؟ دین شناس چی؟ وای
نفری که پیروی دینش است. دیندار دلشناس نه دیندار. تو این گپ ها رو یک سو گذار و اینجا چی میکوبی؟ مرا یک سو گذار. خودت اینجا چی میکوبی؟ من هم همین رو پرسیدنیم که اینجا چی میکوبی؟ پدر وای میلیس جانم همش رو نوشته گرفتی ها؟ چیز کنی گپ زن تو زبانت رو خوردی؟ اینجا چیکار داری؟ با کجا نگاه داری؟ خوب جانم آخر برای من گفتن که بعضا فراموش میکنی تو. چیست زن؟ کدوم زن پدر؟ انا آن را میگویم. چشم سیاه موی سیاه لبهایش مثل آهو. سمی پدر چیکار میکنی؟ کجا شدی تو؟ آمدم اومای جون. زیباترین زیباها، با لذتترینی با لذتها، شیرین ترینی شیرین ها. با من نامتان رو گوید خانم خواهش میکنم. چی گپ است؟ این دیوانه است؟ پدر چیکار میکنی؟ عیب است. بیا رویم بیا. در عشق عیب نیست. خدا پناه دهد. شما چه ها میگویید؟ عشق گفته ایستادم. از همه بلندترین حسیات عشق را گفته ایستادم خانم. پدر چیکار میکنی؟ وای بخشش خانم. پدرم حسیاتش رو درباره عشق عمومی بیان کرد، یعنی با شما رو بیتی ندارد. لطفاً ببخشید. تو کودک در بین دو کبوتری عاشق نداره. خانم زیبا مرا خوب فهمیدن. صدای دل مرا میشنوید. با خدا که دیوانه است. کافیست اکنون کافیست. زود پدرت رو گرفته از اینجا رو. خوب خانم میلیس رفتیم. برادر عزیز بگیر این پدری دیوانت رو از اینجا زودتر. تو نسبتی پدری من چی خیل گپ زده ایستاده ای ها؟ چی گپ است؟ چیکار میکنی؟ چی کار میکنی ها؟ بس بود اگسته. لطفاً روید از اینجا. بیا رفتیم. خانه در و مادر جان. با خدا که دیوانه است. دیوانه. پدر چیکار کرده ایستاده ای؟ من عاشقی دختر این زنم، تو باشی با مادرش چسبیدی. ای بس آخر این خیل نمیشود. با من چی؟ دوست داشتی؟ از من پرسیدی؟ دیگر کس را دوست می‌داشتی؟ رفت دیگر دختر یاب. از برای خدا با خود بیا ها. آدم پدرش را با خود بیا نمیگوید. من این زن را میخواهم، فهمیدی؟ برایم این زن را خواستگاری کن. اگر این زن را برایم ندهی حق پدرم را با تو حلال نمیکنم، فهمیدی؟ بس است از تنهایی بیزار شدم. تمام پدر جون رفتیم. شرمنده کردیم. بیا رفتیم. چشمانش مثل چشمانی آهو. رفتیم قربانش. چشمانی آهو. چشمانی آهو. رفتیم. بسیار خوب خودش هم مثل آهو. خوش بچه ها، خداوند بزرگ آفریدگاری تمام مخلوق جاندار و بیجانی روی زمین است. سنگ ها، بحرها، چی میدانم، گل هایی در روی کوه ها، درخت ها، حیوان ها. همین خیلی؟ برای همین در درس امروزمون همین را میگذاریم بچه ها. انسان هم از جمله آفریده های آفریدگار یعنی مخلوق است، اما به خاطر عقل و شعور داشتنش از دیگر مخلوق ها فرق کردن نزد پروردگار جایگاه خاصی دارد. همین خیلی نه بچه ها؟ برای همین مثلا فکر کنید اگر ما هممون حیوان می شدیم حیوان؟ چی گم است؟ بفرمایید. اینجا سیرک است یا سیرف است؟ خودش چی گپ است؟ جنابی وکیل معذرت میخواهم، من هم نفهمیدم این چه شد. در مکتبمون اولین بار این کار میشود. من هم حیران شدم. استاد احمد اینجا چی گپ است؟ جناب بیکل از وزارت معارف آمده است. به این شرمندگی چه جواب میده؟ مطمئنم که حتما برای این شرمندگی یگان دلیلی داره. مرحمت شما را گوش میکنم. جناب این درس به طلبه ها درباره موقع خاص انسان در نزد خداوند را فهمانیده ایستاده بودم. درس را عملی نشان دادن خواستم. مثلا چه خیلی فهمانم به شما فکر کرده ایستادم؟ مثال جنید شاگرد ما نقاب گاو را پوشیده است. همین خیلی نه؟ کنی یک صدای گاو برار پسرم؟ خیلی استاد
پسرم گاو آخر گاوی شیرده بره زود باش. ما گاو جان شیرده گفتم. این خیلی نمیشود کمی درستر. ما آفرین. چه خیلی که مشاهده کردید او گاو شد. باز رفیقی که در برش نقاب میمون را پوشیده است. آرتیق جان یک بار صدای میمون را میبراری؟ پسرم این مثل صدای ترنه است. صدای میمون گفته ایستادم. میمون. استاد میمون چه صدا میبراره؟ با صدای حرفی او میبراریم. لپایت را به پیش برار. برآوردی با بیرون و درون نفس کش پسرم. جناب چه خیلی که دیدید در حال طلبه ها میفهمند و آن صدا را میبرارند. شخصا من خودم به بچه ها نقاب ها را با شکل های حیوان ها تقسیم کردم که خودشان را به جای حیوان ها گذاشته انسان بودنشان را بهتر و خوبتر فهمند. جناب خدا میتوانست که ما را نیز حیوان آفرد. همین خیلی جناب. اما ما را در روی زمین از همه دیده بالا و با شرف آفرید. جناب برای فهمیدن خوب را از بد، راست را از دروغ به ما عقل داد. چقدر که شکر گوییم کم است. همین خیلی نه بچه ها؟ بله درست. اینقدر متد خوب بوده است. این متد را در همه مکتب ها جاری کردن لازم. اکنون از نظریوی دست کشیده به عملی گذاشتن لازم. استاد ما به شما خلل نمیرسانیم. ممنون استاد. برای کار به شما. روز بخیر استاد. سلامت باشید. زود نقاب هایتان را کشید. استاد با خود زود فهموندید اونها رو. همین خیلی نه جونه؟ تو نکش پسرم. نقابت ایستد به تو میزیبد. گاوی شیرده بره. یا خدای من از خانم بانو چخیل معذرت میپرسم. چی کار کنم من آخره؟ اکا کانون در اصل من یک فکری عجایبی دارم اکا. چی بوده است؟ فردا صبحی بر وقت در آزمون زیبا سنم اشتراک کرده برای تو یک عروسی زیبا میابم اکا. چخیل فهمیدی اکا؟ بله مردت تعیین شید. آفرین با تو. این درشت آبی بیشوق حیوان های چشم من غیر از خانم بانو کسی دیگره را نمیبیند. به عقل ها گوه های کپ تیار. ای از نظرم روید گم شوید. با کسی که زیبا سنم میرفتند همینش نمیرسید. من خانم بانو رو میخواهم. من با خانم بانو یک جای بودن میخواهم. تشکری زیاد. همه تورتو رو گرفتیم ملیس جان. ای چیکار کنم سمی جان؟ مادرم سپورش داد. ایستا زنگ زنم یگان چیزی دیگر میخواد. مگر یگان چیزی دیگر هم هست؟ شیرینی نه جانم باز یگان چیزی دیگر. همه اینها رو این زن چیکار میکرده باشد؟ تلفنم کجا شده باشد؟ آچا جان رو میگویم همه اینها رو چیکار؟ نمیدونم تلفنم کجا شده باشد. ای برادر همه رو جزیر کردی. ما نخواد چنین دختر زیبا با همه خونگرو باشد. سمی از برای خدا با اینها کردار مباش. مباش. یک لحظه دختری که در بر من باشد هیچ کس او رو گپ داده نمیتواند. سمی صبر کن. جانم آروم باش. اینها رو بگیر. با من گوش کن شیر بچه. اجل شما اومده است. مردن میخواهید چی ها؟ یا خدا. سمی رهایش کنید. سمی چی گپ است اینجا؟ کمال سیاه. کسی به خانم ملی زبان درازی کند زبانش رو از حلق میبرم. کسی دست دراز کند دستش رو میشکنم. رفتیم.
میایم سمی جان. خزت گم شوید. دیدی چقدر آنها را زدنی بودم ولی از پشت تو شده آنها را از دست دادم. نه شغال برادر آنها مرا زدنی بودن تو چرا بینیت رو خلانیدی با من بگو. اگر تو خالتچه کنی نرخش رو من میگذارم. اینجا مکانی من است. این کمال صبح سیاه از پسی میلیس است. اگر با میلیس خونه دار نشما میروز رو دیگر من سویبی کردن نمیتونم. شما چه خیلی هستید خانم میلیس؟ با تو چی؟ راهگرد میرویم پیش در رفتیم جانم. خانم میلیس چون این رفتار این دختر باز هم زیادتر دل مرا میبرد. در نهایت تو را خواهم گرفت. گوش کن زیا، میخواهم به من قبل دیگه که از پسی سقراط شده او را جستجو نمیکنی. این کار پلیس است، بگذار آنها کنن. تمام جانم، قول میدیم. بخشش زهرا، تا آن آدم را یافته نکشم ما خوشبخت شده نمیتوانیم. دزدیدن سومن از طرف سقراط به تو یگان رابطه ندارد میخیلنی؟ نه جانم، با من چی رابطه ای دارد؟ نمیدونم، شاید با پدر سومن یگان علاقه داشته باشد. ممکن که با پدر او یگان داد و گرفت دارد. با آدم مرده چی داد و گرفت داشته باشد؟ مرده است؟ پیش از اینجا اومدن با لیوین صحبت داشتم. شخصیت پدر سومن رو پیدا و معین کرده بودند و فهمیدم که مرده است بیچاره. با خدا زیغ شدم، چی گویم نمیدانم. خدا رحمتش کنه. آمین. من باید با مکتب روم. رفت جانم. خیر تا بازدید. درسای خوب. رحمت. مکتب می روم گفته به زهرا دروغ گفتم مرا ببخشد. سقراط سومن را چرا دزدیده است فهمیدن لازم. مادرش انیق یگان چیز را می داند. کنی رفتی. اوه سنم جان خوش آمدی. ایست نشین. از اینجا راست به میدان می رویم. چی میگوی؟ بسیار شیرین هستی. اگر قبول کنی که شرط رو باخته البته که می رویم جانم. ای سنم جان به محل هجری کوچی درفتی فکر کردی در حال او رو به دو می افتانی؟ علاقه افتاندم جانم. چون که دیشب در خانه هجری استادم. چی؟ بله به خانم دوست در آمد. هجری آمده مرا نجات داد. بعداً دید که من بسیار میترسم مرا تنها گذاشتن نخواست. یعنی چه خیلی که فهمیدی دیشب در خانه هجری ایستادم. سنم میگویم شاید خوب دیده باشی چون که هجری در حیاتش با تو در یک خانه نمی ایستد. چرا نمی ایستاده بود است؟ جایز نیست سنم جان، جایز نیست. غیر از این هجری رو همه ما میشناسیم. با این خیل دروغ خودت رو مسخره مردم نکن. خیز رفتیم با میدان. هنگس بزن من مزه کرده تماشا میکنم. تمام 2 هفته پس در کوچه مرکزی وا میخوریم. کی باید هنگ زند خواهیم دید زورو جان. عصبی شدیم؟ خوب من میروم. تو بازدید. تو بازدید. جایز بودن یا نبودنش رو خواهیم دید زورو. کسی آمدن مرا ندید به فکرم بسیار زور شد. بلانی گس. پرده قیمتی گز بود بایره گز خریدیم. بچه قبول بیزیم دوره.
мурдани канъон ба ҳаматон муборак. یا خدایم اوه خدا جان یا خدایا در خانه نیستند؟ سلام. سلام. کمی صحبت کرده می توانیم؟ من یک چیز رو نفهمیدم. سقراط بر این آدم سومن رو چرا می دزدیده است؟ نمیدونم. یعنی من از کجا میدونم که من شما رو در کجای دیدم؟ نه، یعنی فکر نمی کنم. شما یک لحظه، شما دوگانه تو چین هستید؟ نه، یعنی تا این زمان یگان دوگانه با نام تو چین نداشتم. به فکرم من رو با کسی مانند کردید. این زن از من چیزی رو پنهان می دارد. باز می بینیم. کجا شد این بدبخت؟ تمام فهمیدم. شما میخوریم. خیر تو بازدید. حیف بود بر تو بانو. این کار رو برای نجات تو کردم. چی خوب میشد که امورم هم میکشتم. من برای عشقمون کوشش دارم، تو باش چیکار میکنی؟ گاز رو کشوده موندم. ای بچه این گاز مایدک بود از تموم شد. بالونی گاز مایده بود تمام نشوه. رفته او را مخدم کنم. این بدبخت که میبینه معلوم نیست. بعدی قبول بیزی گره محکم شو خیلی یاری تجریه یاری تجریه دکتر این چی شد؟ آب رو بیاره زودتر. آب رو بیاره. بچه بخبه مور.
بسیده برید شاکر بخود خودت را شاکر پسرم گوش کنیم خزینه را باید که من بیاوم نباشه بانو از دست میروه نصیب باشه همین خزینه را میوم 70 تا تلخ میگیرم میرم بانو را از دست کنعان میگیرم شوکت قهرمان میشیم سوپرمن به خدا خزینه را افتان در کار یا بسم الله این تونلی دراز بوده ای انیق خزینه در آخر همین تونله کنعان کپت دود کرد تو همون زیو نیستی؟ برای چیکه پای زندگی چه؟ تو بیا بریم شهر بچه های غریب کی هم دو دیسته؟ برادرو آرزونه عمل کنین عمل چی میفرمایید؟ اپیتیتو آسیبچه های با لذت اپیتیتو بوی فورم اپیتیتو حسیبچه های بهتری. سروغای ما شهر دوشنبه بازار فراوان مغازه رقم 11 تلفن ها برای تماس 909 22 77 00 901 88 00 07